او تا پای مرگ می جنگد. و به مادرش هم قانون را یادآوری می کند. دارایی های سلطان فعلا در امان است. تنها شکارچیان نیستند که در میان دار و دسته احساس امنیت می کنند. کبک‌های وحشی هم گروه‌هایی تا 55 عضو تشکیل می دهند و با هم در میان خاک به دنبال حشرات و دانه گیاهان می گردند. همیشه ممکن است کسی در کمین آنها باشد. ولی در میان گروه همیشه کسی دیدبانی می کند. وقتی نگهبانان پیوسته هر سو را به دقت زیر نظر داشته باشند، حتی شکارچی با برترین مهارت در استتار نمیتواند به سادگی خود را پنهان کند. آژیر خطری گوشخراش به صدا در می آید و تمام اعضای گروه متوجه می شوند خطری در کمین است. دقیقاً به موقع همه می گریزند. کبک‌ها همچنان به سر و صدا ادامه می دهند تا پلنگ برود. امنیت در زندگی گروهی است. گورخرها و گوزن‌های یاردار هم تنها از جمعیت زیادشان به عنوان ابزاری برای دفاع در برابر شکارچیان استفاده می کنند. آنها در کنار هم به دار و دسته بزرگ علفزارها تبدیل می شوند. اما در گروهی این چنین پرجمعیت بروز ناهماهنگی در سلسله مراتب حتمی است. وقتی گوساله‌های گوزن‌های یاردار به دنیا می‌آیند، تغییری مهم نیز در روابط مسالمت جویانه اعضای گروه ایجاد می‌شود. شکارچیان به دنبال این نوع رسیده‌ها به این سو می‌آیند و زندگی خود گورخرها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. گورخرها نمیتوانند چنین شرایطی را تحمل کنند. در چرخه معیوبی که تشکیل می شود، آنها علیه فرزندان گوزن‌های یاردار دار و دسته تشکیل می‌دهند. همان اتحادی که قبلا سبب حفاظت آنها میشد، اکنون بر علیه آنها تغییر ماهیت می‌دهد. در بوتسوانا یک گوساله گوزن‌های یاردار تلاش می‌کند از حمله وحشیانه گروهی از گورخرها جان سالم به در ببرد. اینجا در قلب سرزمین شیرها، گورخرها می‌دانند این بچه‌ها لقمه آسانی برای گربه‌سانان بزرگ هستند. پس اعضایی که خطر را با خود می آورند باید به نفع دیگران از گروه اخراج شوند. اکنون اتحاد بزرگ گورخرها و گوزن‌های یاردار در هم شکسته است. گوزن‌های یاردار کوچک باید کمتر آفتابی شوند. این حیوان کوچک قانون دار و دسته را به شکلی خطرناک می‌آموزد.